پیدا شدن جسد زلالا هاشمی به شکل عجیب و غیر قابل باور در کابل. زلالا هاشمی چگونه به قتل رسید؟ دلیل ربوده شدن زلالا هاشمی چی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زلالا هاشمی که هرگز باور نخواهید کرد. زلالا هاشمی آیا از خانه‌اش فرار کرده است و یا هم ربوده شده است و پیدا شدن جسد و حقیقت داشته است و یا هم خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت و از در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زلالا هاشمی هنرمند جوان، چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان مردم افغانستان بوده است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. زلالا هاشمی کار در هنر موسیقی افغانستان را از برنامه پرطرفدار ستاره افغان تلویزیون جهانی طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزایی کسب کند. زلالا هاشمی برنامه‌هایش مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار گرفت و مقام دوم را در برنامه ستاره افغان از آن خود کرد. این همه در حالی است که تازه تصاویر زلالا هاشمی در صفحات مجازی دست به دست می شود که این هنرمند به شکل مرموزی از خانه‌اش ربوده شده است. این همه در حالی است که زلالا هاشمی تصاویرش توسط شوهرش نشر شد، اما گویا شوهرش باعث فرار وی از خانه شده است. اما تازه تصاویرش نشر می شود که وی وفات کرده است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه دقیقت داشته است، ولی ما در انتظار نشر تازه ترین جزئیات از طرف خانواده زلالا هاشمی خواهیم بود. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زلالا هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر شما خوبان را بالله منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.